در زیر پایت یک اژدهای 100 متره زمین رو میخورد، ولی تو حتی صدایش رو نمیشنوی. TBM یک دستگاه خیلی بزرگ کندنی تونل است که به آن کرم زیر زمینی عظیم میگویند. این ماشین تقریبا 100 متر درازی و چند هزار تن وزن دارد و تنها یک کار میکند: کندن گذرگاه در زیر زمین. در پیش این دستگاه یک سری کلون دوره شکل جایگیر است که در روی آن صدها تیغه و دیسک‌های آهنی نصب شده‌اند. با گردش پیوسته این قسم سنگ‌ها و خاک‌های خیلی سخت را میده کرده و به پاره‌های خرد تبدیل می‌دهد. همزمان وقتی که دستگاه به پیش حرکت می‌کند، داخل تونل را نیز از پشت خود با قسم‌های بتونی مستحکم می‌کند تا دیوارها سقوط نکنند. یعنی هم می‌کند هم تونل می‌سازد و آن را استوار نیز نگاه می‌دارد. صدای آن مانند غورش پیوسته و لرزشش وزنین است و فشارش آنقدر زیاد است که می‌تواند از زیر کوه‌ها، شهرها و حتی دریاها هم گذرد به آنکه در روی زمین چیزی حس شود. این دستگاه‌ها در برنامه‌های بزرگ مثل ساختن متروها و تونل‌های زیر آبی استفاده می‌شوند و از پیشرفته‌ترین تکنیک‌های ساختمانی در جهان به شمار می‌روند. درباره زیر زمین باز هم دانستن می‌خواهی؟ ویدیوهای نوبتی راسکویک را انتظار باش.